خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز. همونطور که به تصویر میبینیم به اکرانامه آقای فسیحی نزول کردن، موزیم ملی غزنی هست. یعنی ما در ولایت غزنی هستیم، میخوایم که بریم داخل موزیم، جزئیاتی بیشتر از مسئول موزیم داشته باشیم. ما رو همراهی کنین، بیاین داخل میرین ببینیم چی آثار و آبره های تاریخی در این موزیم وجود داره. ما رو همراهی کنیم. سلام علیکم. ایسا خوبین؟ من نواشی فدراسیون خوبین؟ سلام خوبه. شما خوبین؟ سلام خیر سلامت هستم. دوستان عزیز، مسئول موزیم غزنی در کنار ما هستن. ضمن از اینکه خود مکمل معرفی میکنن، یک صحبت یک توضیح هم داشته باشیم. میرین با شما تمام کتیبه ها رو به قول معرفی آثار میبینیم. یک توضیح کوچولو هم به نام یاد خدا، محمد شفیق یاوری هستم، مدیر مسئول نمایشگاه موزیم ملی غزنی. میریم طرف آثار نمایشگاه. شکر. خب یه بریسه بسیار آثار نفیسی هست، یعنی قدامت تاریخی بسیار طولانی هم داره. در زمانی که سلطان محمود غزنوی یک امپراتوری داشته و یک سلطنت، گویا که آثار هزمو تاریخ هست تقریبا. قسمی که شما دیدین نمایشگاه ما منحصر به عصر اسلامی است، یعنی نمایشگاه ما مربوط به دوره اسلامی است. آثارهایی که شما میبینین، دو تا آثار او طرفی ما، دو تا در حقیقت هم کفشور گفته میتونیم و هم دستشویی که در او زمان در قصر سلطان مسعود سوم مورد استفاده قرار میگرفته بودن. و اثر وسطی ما در حقیقت خیال اونمو هنرمند را، خیال اونمو کسی که را ساخته نشان میده که در حقیقت یک شیر در حال گرفتن یک برای یک آهو، چوچی از آهو بوده، این در شکار کرده. البته متاسفانه این طرف از این اثر متخریب شده در اثر جریان حوادث طبیعی. ممکن بعضی از تصاویر دیگه، ممکن بعضی از ساحات دیگه حکاکی شده بوده باشه این بغل، ولی متاسفانه از بین رفته. و این کتیبه کلان ما شما که میبینین، این در حقیقت یک در پرده بوده، در پرده ای که امروزه از این در پرده ها در مقامات، در اتاقهای مقامات استفاده میشن. زمانی که کسی بخواد وارد اتاق یک مقامات شوه، فرض که وارد اتاق یک وزیر شوه، در حقیقت یک در پرده چوبی امروزه وجود داره، ولی در اون زمان به جای نمود در پرده نظامی، پرده یا فرض که نظامی در سنگی استفاده میکردن. چقدر این آثار دلبری یعنی زحمت کشیده شده، نه کسایی که عکاکی کردن به قول معروف، یعنی چی میگن، کندن کاری کردن، نه بسیار یک آثار نفیسی هست. و خب این توضیح میدین؟ دقیقاً این اثر اولی ما یک کتیبه سنگی است از جنس سنگ مرمر. البته در حقیقت این خودش یک پیزاری اتاق است، دیزاین پیزاره هست. در عصر فعلی ما شما بجای از این کتیبه‌های سنگی، از این پیزاره‌های سنگی، ما شما از کاشی‌های این روزی یا بعضی از کسا بجای کاشی از چوب‌های متفاوت و مختلف استفاده می‌کنند به خاطر اون دیزاین پیزاره‌های اتاق‌های فرض کنید مدرن یا مجلل که بخواین بسازن. مربوط به عصر غزنویان میشه و مربوط به قصر مسعود سوم، از قصر مسعود سوم به دستم. کتیبه بعدی ما در حقیقت یک کتیبه است که در سر قبر استفاده می‌شده بودن و از روضه به دست اومده. اساس دلبرش یعنی کدام قبر بوده یا نه دقیقاً مشخص نیست که مربوط به کدام قبر بوده، ولی از روضه به دست اومده. از روضه به دست اومده، مربوط به عصر تیموریان است.
ببینین این خطوطی که در او کتیبه نوشته شده خطوط کوفی است، اما خطوطی که در این کتیبه نوشته شده چون یک دور بعد از عصر غزنویان بوده، دقیقاً مثل خط عربی فعلی ما شما امیت با زیر و زبر سلس میشه سلس میشه یا سلس نه دیگه، خط عربی فعلی، خط نستعلیق عربی تقریبا. و این کتیبه سوم ما در حقیقت یک محراب مسجد قصر مسعود سوم است. خود دیزاین محراب حکاکی و کندنکاری شده و گرد از آیاتی از کلام الله مجید با رسم الخط کوفی کندنکاری شده، حکاکی شده. کتیبه بعدی ما در حقیقت یک کلکنچه بوده، به خاطر تخلیه هوا در وسط دیوار نصب می شده، در وسط دیوار نظم سالن نصب می شده، اونم هوا را از داخل سالن به بیرون هدایت می داده و از بیرون هوای تازه پس به داخل. در حقیقت حیثیت یک کلکنچه امروزی داشته. طوری که مشاهده میشه دلویس یک آسیب هم دیده، نه تقریبا همه آثار که اینجا هست آسیب دیده. برای ترمیم و بازسازی از اینا چقدر شما تلاش کردین؟ یعنی خود موزیم یا ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی؟ البته ما داریم، ما شعبه ترمیم هم داریم. آثاری که تخریب میشه در صورتی که توکی از آثار باشه ما میتونیم اونمو آثار رو دوباره ترمیم کنیم. البته در صورتی که توکی آثار نباشه یا فرض کو تیکه یا پارچه از آثار نباشه، ما این اجازه را خود نداریم که از مواد فعلی یا فرض از مواد دیگه روی استفاده کنیم. با اساس بعضی از ساحاتی که تخریب شده ما آثارایی داریم که در اینجا ترمیم شده توسط تیم ترمیم خود ریاست اطلاعات فرهنگ، تیم ترمیم موزیم ترمیم شده و دوباره تقریبا به حالت اولی برگشته و آماده نمایش شده. قسمی که اینجا دیده میشه بعضی از ساحات از اینکه پریدگی داره، این پریدگی ها وجود نداشته. اگر وجود می داشت به احتمال خیلی قوی اینا رو ما دوباره ترمیم میکردیم و به حالت اصلی و اولیزی برمیگردیم. دلبر سپ یک دور میزنیم، بعضی دیگه آثاری هم هست که دوستای بیننده ما مایل هستن و تصویر بکشیم و صحبت. شما گفتین که وقتی اگر آثار پریدگی داشته باشه چطور، ما نمونه از آثار اینجا داریم. یک کوزچه هست، یک کوزه‌ای که گلی البته از ده یک ولسوالی ده یک به دست آمده و این در حقیقت تخریب شده دوباره پس اونمو توکای از به دست آمده، اونمو توکا سر هم شده و توسط مواد خاصی که در شعبه ترمیم وجود داره این دوباره ترمیم شده و به حالت برگشته که قابل نمایش شده. ما دوباره رو در معرض دید بازدید کنندگان و کسایی که میاین از موزیم بازدید میکنن قرار میدیم. خوب بیننده عزیز، شما اگر آقای فسی زوم بکنن میبینین که هنوز همو چی میگن پریدگی هایی که هست، یعنی منظور اینه که خطی که هست هنوز پاک نشده، یعنی از مواد هست چی میگن اصل استفاده شده بوده و کارشون بسیار دقیق بوده در همون زمان. بسیار خوب. میرین آثار بعدی در واقع ببینید این آثارا قدامتشان حدود 900 الی 1000 سال، بین 900 الی 1000 سال قدامت تاریخی دارن و اینی اثر ما در حقیقت شکستگی و پریدگی داشتن. ببینید اینجا دیده میشه، اگر دقیق تر ببینیم دیده میشه که پریدگی ها توسط اون تیم ترمیم ما ترمیم شده و دوباره تقریبا به حالت اولی برگشته. البته در صورت ترمیم میشه که قسمی که اولم یادآوری کردم که باید توکایش در دسترس باشه، یعنی توکایش باشه. در غیر از اون ما نمیتونیم که از مواد دیگه به جای توکایی که پریده باشه استفاده کنیم. خب ویترین بعدی رو می‌بینیم. ویترین بعدی ما مثلا یک کوزه بسیار با دیزاین خاص، با رنگ‌آمیزی بسیار خاص کار شده و چیز جالبی که بسیار ظریف و نحیف کار شده. جالبتر از همه رنگی که در این به کار رفته بسیار یک رنگ خوب است، یک رنگ بسیار پخته، رنگی که مقاومتش بسیار بالاست. یعنی در اولم گفتم که حدود 1000 سال از ساخت از اینو میگذره، تقریبا 1000 سال. خب دلبر صحبت بکنین که حالا در موزیم خود ولایت غزنی چند نوع آثار هست و از کدام دوره هست؟ قسمی که شما دیدین اینجا ما در اولم یادآوری کردم که نمایشگاه ما مختص به عصر اسلامی است و آثار ما اکثرا مربوط به عصر غزنویان است. چرا؟ به خاطر از اینکه به این خاطر که ساحه‌ای که حفریات شده تا هنوز مربوط به عصر غزنویان بوده و مربوط به مثلا اکثریتش مربوط به قصر مسعود سوم میشه. خب ادامه بدیم ویترین دیگه، باز ببینین که بیننده عزیز بسیار مشتاق هستن که بله این پایین این یک کوزه است که بسیار قسمی که گفتم قدیمی هست و بسیار بانمو، رنگ‌آمیزی بسیار خاص، بسیار با دیزاین‌های مقبول و رنگ‌های متفاوت در استفاده شده، رنگ‌های بسیار خوبی که توجه هر بیننده را به خود جلب میکنه. قسمی که دیده میشه
یعنی خوب تا حالی خوب میتونه نگهداری هم شدن و یک پریدگی یعنی یک چاکی دیده میشه که توسط خوشبختانه توسط تیم ترمیمی موزیم ما دوباره ترمیم شده طور ترمیم شده که اصلا بیننده فکر نمیکنه. بیننده در صورتی که خیلی توجه زیاد نکنه اصلا دیده نمیشه که ترمیم شده. این بسیار مسلکی ترمیم شده، بسیار هم به شکل خوبیش ترمیم شده. ویترین بعدی میریم. ویترین بعدی ما دو تا نمونه از لوله های گیلی داریم. ببینین دوستا، این لوله های گیلی امروزه بجای این لوله های گیلی ما از لوله های پلاستیکی یا از لوله های فلزی استفاده میکنیم. اکثرا لوله های پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیره. در قصرها یا فرض کن در خانه های مدرن امروزی هم مردم از لوله ها استفاده میکنه، در حمام ها، در تشناب ها فرض کن در اینجا از لوله ها استفاده میکنن و این در حقیقت اونمو لوله های امروزی که ما شما در زیر کفشورها در حمام ها استفاده میکنیم اونمو لوله هایی است که از جنس گل ساخته شده. یعنی در اون زمان اینمی لوله ها رو با هم وصل میکردن و اونمو آب را از حمام ها یا فرض کن از دهلیز های عمومی اینو هدایت میدادن به بیرون قصر. بیشتر یعنی ظروف ما چیزی که شما اشاره کردین لوله ها و الان چیزی که درست میشد از سفال درست میشد. دقیقاً چون اون زمان دیگه تقریبا زندگی ابتدایی بوده. یکی ابتدایی بوده، یکی کوشش میکردن اون مردم اون از مواد دست داشته خود استفاده کنن. یعنی کوشش میکردن در هر راستایی از ضرورت های خانه یا فرض کن ضرورت هایی از شهرسازی یا قصرسازی اینا از مواد دست داشته‌ای که داشتن استفاده میکردن. اگر هم درست میکردن به دست نه، یک چیز بسیار لوکس درست میکردن، تزئینی بوده و میبینین که شکل و شمایل همه چیزی برابر بوده نه؟ خب این چی بوده تقریبا؟ خب بیننده عزیز آقای فسی بیاین، این ما به هرات قلک میگن، این چی میگن؟ اینجا ما دخلک میگیم. دخلک به احتمال خیلی قوی شاید بعضی از سکه ها را داخل زیر نگهداری میکردن، سکه های دوران و یا اینکه بعضی از دواهای بسیار کمیابی که اینا میساختن ممکن در داخل زیر نگهداری میکردن و استفاده میکردن ازش در وقتی که مورد ضرورت بود. و اینا در نمونه هایی از تیلسوس هایی که در اون زمان ساخته شده. ببین این ملمکاری که روی زی شده این بسیار به شکل خوب نگه مانده تا حالا، یعنی بسیار از جنسی خوب ساخته شده که تا به حال حدود 1000 سال قدامت تاریخی داره، یعنی 1000 سال قبل ساخته شده و تا حالا بسیار با اون شکل خوبش مونده. ببینین یک سوراخی آب بسیار دیزاین خوب، بسیار با همون شکل و شمایل بسیار قشنگ داره که خوشبختانه بسیار خوبم حفظ شده، بسیار خوبش هم به شکل اساسیش نگهداری شده. بسیار خوب. قسمت کتیبه ها میرسیم. کتیبه که بسیار سنگی است که در حقیقت عمو دیزاینش تصاویری از محراب مسجد کندن کاری شده ای و این خود کتیبه است که در سر محراب مسجد قصر مسعود نصب بوده که طی حفریاتی که بین سالهای 1340 تا بین 1340 و 1360 در غزنی صورت گرفته، این کتیبه ها در روز زمان به دست آمده و خوشبختانه که تا امروز در موزیم نگهداری شده. خب دلوبرس ویترین ها یعنی زیاد است، آثار زیاده. تقریبا چند نوع آثار است؟ یعنی اگر عدد باشه ما اینجا حدوداً 150 قلم آثار دوره اسلامی رو به نمایش گذاشتیم و در این آثارهای ما آثارهای سنگی هست، آثار از جنس گل هست، آثار سرامیکی هست و آثارهای بعضی مهره‌های چوبی و بعضی از مهره‌های فلزی هم داریم ما که به نمایش گذاشتیم. این در حقیقت نمی 4-5 نوع آثاری که ما در دست داشتیم این را به نمایش گذاشتیم. خب دلوبرس آثار بسیار نفیسی همونطور که شما اشاره کردیم، بسیار قدامت تاریخی طولانی داره. استقبال خود توریست ها چیه؟ یعنی کسایی که برای بازدید میان، حالا خود مردم ولایت غزنی دیگه ولایات یا توریست خارجی هم داریم همین اواخر، چون از لحاظ امنیتی شکر فضل خدا همه مردم دیگه حالا راحت هستن، امنیت هست. ما داریم مردم خود غزنی خوب خیلی استقبال میکنن از موزیم ملی غزنی به خاطر از اینکه همه روزه مراجعین ما داریم، چی از خود مردم باشه، مردم محل، چی از محصلین، متعلمین مکاتب، حتی کارمندای دولت، اینا شایق هستن که بیاین ببینن و از گذشته تاریخی خود با خبر شون. و خوشبختانه چیزی که شما اشاره کردین ما در اواخر توریستای خارجی هم زیاد داریم، یعنی تو گفتم میتونم که همه روزه خونه هفته یک بار دو بار 100% ما داریم توریستای خارجی میاین و از این موزیم بازدید میکنن و
بسیار استقبال میکنن، یعنی خوش میشن که ما در چنین چیزی رو ما داریم در ولایت غزنی. بسیار خوب. بازم چی میگن ویترین های بعدی رو میبینیم؟ ویترین های بعدی ما دو ویترین ما در حقیقت نمونه هایی از خشت های گلدار پخته تزئینی بیشتر گلدار پخته تاریخی منارهای تاریخی غزنی است و این جای خوشبختی است که هنوز منارا پابرجاست. یعنی ما زمانی که کسی که یک بار به غزنی آمده باشه، وقتی که یعنی کلمه غزنی به ذهنش خطور میکنه، اولین چیزی تصویری از غزنی که در ذهنش خطور میکنه یعنی منارهای تاریخی است. منار تاریخی غزنی در حقیقت هویت تاریخی یا نمو شناخت خود ولایت غزنی است. دیگه خوشبختانه که مناره هم هنوز پابرجاست، ولی یک تعداد از خشت‌هایش که در اثر حوادث طبیعی، در اثر گذر زمان از خشت‌ها از مناره پایین ریخته، اینا را جمع‌آوری کردن به خاطر اینکه نمونه‌های زیباشه ممکن در بعضی از ترمیماتش استفاده شه از خشت‌ها. دیگه در هر دو منار بیشتر از 45 نوع خشت استفاده شده. یعنی در هر ساحه‌ای از منار به خاطر دیزاین بهتر یا چیزی که مورد استفاده بوده، مورد ضرورت بوده، مطابق ضرورت اونمو هنرمندا یا فرض کن معمارای و زمانی که این منارا را ساختن مطابق ضرورت اونمو دیزاین خشت اینا ساختن و مورد استفاده قرار دادن. بیننده عزیز، ویترینایی که آثار تاریخی در اونا گذاشته شده بسیار زیاد است. متأخم ما چند تا دیگه میبینین ها نمونه جناب دلاوری صاحب توضیح میدن که قدامت تاریخی چه. دو تا آفتابه گلی در حقیقت که بجایز آفتابه های پلاستیکی و آفتابه های فلزی امروزی خیلی هم فرایمان است در بازار. در روز زمان ببینیم که با چی دیزاینی با چی زحمت اینا ساختن. از این آفتابه ها فرض کن در هنگام گرفتن وضو یا فرض شستن دست و صورت اینا استفاده میکردن و خوشبختانه ای که تا حال باقی مانده و نمونه ای از ابزار و فرض کن آلاتی که در روز زمان مورد استفاده قرار میگرفته بوده برای ما هنوز پابرجا است. خب ویترینای بعدی خیلی جالبه. ذخیره‌گاه تیل بوده. ذخیره‌گاه تیل بوده، چون در اون زمان برق‌های امروزی خونه بوده دیگه. در اون زمان اونمو مشعل‌های تیلی بوده که مورد استفاده قرار میگرفته بوده. یعنی حدود 900 بین 900 الی 1000 سال 900 الی 1000 سال قبل اینا تکنولوژی دیگه وارد افغانستان نشده بود. دقیقاً خیلی ابزار و آلات ابتدایی بودن، مردم زندگیش بسیار ابتدایی بودن. اینا را در حقیقت پر میکردن از تل، در کنار اونمو مشعل تلی میگذاشتن و زمانی که اونمو تل مشعل تمام میشد یا رو به تمامی بود، اونمو کسی که مسئول شب بود یا شب باش بود در اون ساحه، اونمو این زمین دوباره پس روی اونمو مشعل میریخت و تا اونمو روشنی به اون ساحه ببخشید. بسیار بهترین آخر یا سنگای که هست اینا دو آثار ما که معروف به دهنه شیر است. در عصر غزنویان یک باغ بسیار معروف بوده در قریه روزه به اسم باغ فیروزه و این اردو دهنه شیر در مو قسمتی ورودی، یعنی در اردو کنار دروازه ورودی باغ نصب بوده و آب به طور مداوم یعنی 24 ساعته از بالا می آمده بوده و از دهنه شیر پایین می ریخته بوده. با احتمال خیلی قوی شاید بعضی از تزیینات فلزی نقره‌ای یا حالا طلایی یا هر چیزی که بوده در اون زمان در این نصب بوده باشه، چون گذر زمان دیگه حدود 1000 سال قبل اینو مورد استفاده قرار می گرفته بودن. یعنی احتمال داره که بعضی دیزاین‌های دیگه در روی زین نقش نگار بوده باشه. آثار اخیر که هست تقریبا مثل تنورهایی است که به خود هرات هست. دلاوری صاحب خیلی جالبه. یک توضیح کوچولویی هم بدین. اینا دو دانه خم است. در حقیقت ما کلانای زیرم داریم در دیپو. کلانای زیرم داریم. اینا بیشتر استفاده ایجا به خاطر نگهداری آب بوده. یعنی در عصر غزنویان خیلی مدارس زیاد بودن. در هر مدرسه یک دانه یا دو دانه زی به خاطر زی که در اون زمان امی وقتی طالب العلم وقتی شاگردا زایی نشن اینا رو در میدان دروازه میموندن و اونمو هر طالب العلم یا هر شاگردی که توش نمیشدن از اینا استفاده میکردن. ما نمونه های بسیار کلان زیر داریم. یعنی خوردش است. شاید گفتم میتونم که 3 برابر از کلان است و اونمو در اونمو دهنه دروازه اون مدرسه بوده، اونمو آب مورد ضرورت از استفاده میکرد. خب دوستان عزیز برای آخرین بار خب ویترین دیگه هم داریم که نمونه‌ای از کوشی و بعضی مهره ها است. بسیار میریم با شما. اینا رو توضیح دادم بعضی سرپوشک‌های اینا هست. اما یک ویترین ما البته کاشی ما زیاد داریم. ما چون ساحه نمایشگاه ما ضیق بود ما نتونستیم که کلش به نمایش بگذاریم. نمونه هایی از کاشی های عصر غزنویان با انواع و اقسام مختلف با دیزاین های متفاوت
ساخته شده در عصر. یعنی از ساخت از اینا قسمی که در اولم یادآوری کردم حدودی تقریبا بین 900 الی 1000 سال میگذره و این کاشی ها بسیار با دیزاین خاص، بسیار با رنگ‌آمیزی خاص، با لعابکاری بسیار خاص کار گرفته شده، ساخته شده که این حدود 1000 سال قبل اینا ساخته شده و در زیر انباری از خاک بوده. اینا هنوز هم اونمو رنگ و امو لعابی که داشتن در اون زمان هنوز هم اونم لعابش خبرجاست. هنوز هم بسیار نمونه‌ای از مهره‌های تزیینی رو داریم، نمونه‌هایی از مهره‌هایی که در اون زمان امروزه زنای عصر امروزی این مهره ها گفتم قسمی که ما گفتیم حتی نمونه ای از مهره استخوانی داریم. این مهره فیروزه‌ای ما در حقیقت از استخوان ساخته شده. ببینید با ساخت از اینا چقدر مهارت به کار دادن، چقدر وقت اینا به کار دادن تا یک مهره را از سنگ یا فرض از استخوان یا ایش فرض از چوب است اینا ساختن. نمونه بسیار جالبش ما داریم اینجا یک مهره که بسیار رنگ‌آمیزی خاص شده به کار رفتن. این رنگ‌آمیزی بسیار جالب است. این یک مهره را چقدر زحمت کشیدن رویش تا اینو ساختن. این مهره را به شکلی که خود از اونو میساختن. اینا در حقیقت مهره های تزیینی بودن. امروزه بجای از زیورالات فعلی که زنا دختر خانم‌ها استفاده میکنن، در اون زمان بجای نمی زیورالات فعلی که از فلزی هست، شیشه‌ای هست، حالا هر چیزی که هست، در او عصر اینمیا نظامی مهره های چوبی یا فرض کن مهره های سنگی، مهره های گیلی، مهره های استخوانی حتی اینا می ساختن و اونمو به مو چیز خود زینت میدادن. فرض اما ابزار زینتی اینا خلاص شد، آخر شد. خب دلوری سیب در اخیر یک صحبت داشته باشین. حالا بینندای ما بیرون از کشور از چینل یوتیوب رسام میدیا تصویر شما رو میبینن، هموطنان ما بیرون از کشور و کشورهای مختلف در کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیای میانه، چی گفتنی دارین؟ حالا شاید خیلی علاقه‌مند باشن که بیان نزدیک ببینن اینها. آثار بسیار گرانباری هست، نفیسه هست. و چی توصیه دارین برای خود هموطنان ما که برای حفظ آثار که هویت ملی ما نشون میده یک توجه داشته؟ دقیقاً ما هر رسانه‌ای که آمده یک پیام بسیار اساسی برای کل اتباع افغانستان دارم. اولا که مسئولیت تنها اطلاعات فرهنگ یا مسئولیت تنها موزیم نیست که آثار تاریخی این مملکت نگهداری کنه. ببینین قانون حفظ میراث‌های فرهنگی برای ما نشان میده، میگه این تصویب شده که اثر در هر جایی ولو ملکیت شخصیت باشه، اثر تاریخی به دست اومد این ملکیت دولت است. به خاطر از اینکه اینمی ملکیت دولت دا فرض کنیم اینمی گذشته تاریخی ما حفظ شوند، بیاین باز هم دست به دست هم بتیم و در هر نقطه ای از افغانستان که هستیم آثار تاریخی خود را از جان خود کده بیشتر باید حفظ کنیم. به خاطر از اینکه این یک میراثی است که از گذشتگان به ما مونده و این مسئولیت ایمانی و وجدانی و هر چیزی دیگه ای که شما تلقی میکنین این در حقیقت مسئولیت ماست که اینمی آثار گرانبها که در حقیقت نشانگری اونمو نوع و فرهنگ و تاریخ و گذشته ما هست، اینا رو باید ما به نسل‌های آینده انتقال بدیم. و یک گفتنی دیگه هم به کسایی که علاقمند هستند بیاین ببینن آثارهای تاریخی ما را. ما همیشه در خدمت هستیم، مطابق رسمیات همیشه موزیم ما باز است برای همگی و اینمی موزیم اینم مال مردم است، در حقیقت مال هیچ کس نیست، مال کل ملت است. تشکر و سپاس میکنم جناب دلاوری صاحب عزیز، مسئول موزیم ملی ولایت غزنی هستند. خیلی خوشحال شدم که صحبت‌های از اینا رو داشتیم. دوستای عزیز، این گزارش ما مخصوص موزیم ملی غزنی بود، یعنی ولایت غزنی. تا جاهای دیگه که میرین به تصویر میکشیم چینل ما به نام رسام میدیا سابسکرایب کنین، لایک یا چمانه. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.